بردمون در برابر دشمن آغاز. ما از نظر سیستم اطلاعاتی از دشمن عقبیم. سیستم اطلاعاتی ما تو هیچ جامعه اطلاعاتی دنیا وجود نداره. ما نه با اطلاعات پاکستان نه ترکیه هیچ کدوم هماهنگ نیستیم. اصلا ما راه نمیدن اون تو. در حالی که اطلاعات ترکیه با پاکستان با افغانستان اینا همه با هم هماهنگ. بنابراین ما نمیتونیم تو لایه‌های درون اینا بفهمیم چیکار میخوام بکنم و اینو بدونیم هر کسی در عملیات از نظر اطلاعاتی عقب باشه چک اول اون میخوره و نوعاً برنده کسیه که چک اولو بزنه. اما دشمن نگاه میکنه هیچ وقت نتونسته چک اول رو ما بزنه. نگاه میکنه این اقدامات ما همیشه به هنگام بوده. دلیلش چیه؟ دلیلش که اطلاعات آقا پایین به بالا نیست. آقا اطلاعاتش بالا به پایینه. نمیشه با اطلاعات پایین به بالا کار کرد. 10 سال قبل بود نیروی دریایی سپاه به عنوان گارد ساحلی عمل میکرد. نیروی دریایی ارتش ولو بود وسط آب چون ادوات سنگین داشت. نیروی دریایی ارتش هم تمرکزش روی خلیج فارس. گاهی دریای عمان یه چرخی بزنه بعد. یهو آقا فرمودن نیروی دریایی سپاه خلیج فارس رو تحویل بگیره، ارتش بره دریای عمان، بره تا مدار 10 درجه تا باب المندب بره جلو. دوستان سپاه گفتن آقا ما بخوام خلیج فارس تحویل بگیریم ادوات سنگین لازمه روی آب نداریم. فرمود قرار تهیه کن. گفتن الان چیکار کنیم؟ فرمود با همین ادوات سواد نگرد تا آماده بشه. ارتشیا گفتن آقا ما اونور اسکله نداریم. گفت بساز. گفتن حالا چیکار کنیم؟ فرمود اینقدر برو رو آب بچرخ تا اسکلت آماده بشه. برو هول داد. دوستان ارتش بعضی رفتن اونور نمیدونستن واقعا بعد چی رفتن باب المندب. اوکی چی؟ تا اونجا رفتیم حالا. خب رفته بودن اینجا بیکار بودن دیگه، دوز میگرفتن. اینو ویجی اونو ویجی. آقا یه ارتش کارش دوزگیری نیست که. تا حدود 8 ماه 1 سال قبل تازه یهو فهمیدن ای بابا آقا اینا رو برای یمن فرستاده بود. قبل از اینکه ماجرای یمن پیش بیاد آقا میدونسته. هول داده اونجا. اون موقع اصلا هیچکی حساس نبود. جو الان ای بابا ما اگر نیروی دریاییمون در باب المندب نبود آمریکایی‌ها در یمن پیاده می‌شدن و یک خسارت سنگینی برای نبرد یمن. میدونید که آمریکایی‌ها خواستن برن به اینا ابلاغ شده بود دیگه رفتن شما برید. پیاده شو تو هم پیاده شو. آمریکا نگاه کرده گفت آقا تو کجا نمیری؟ گفت تو همونجوری که تو میری. ما میریم یمن. گفت ما میریم یمن. گفت آقا ما دعوت داریم. از کی دعوت کرده ما ربه؟ گفت ما هم دعوت داریم. کی؟ حوثی ما رو دعوت کرد. نرفتن آمریکایی‌ها. چرا آمریکایی‌ها نرفتن؟ میدونن ما پامون برسه یه جا دیگه نمیان بیرون. گفت این بره ما رو بیرون میکنن این میمونه. آقا اون موقع مسئله یمن نمیدید.